ای بابا امروز هیچ کدوم باشه نیومدن به خاطر اینکه شهریه‌شون رو ندن. عجبا. سلام استاد جان، وقت بخیر. سلام سعید جان. استاد ما میتونیم این ماه شهریه‌مون رو دیرتر پرداخت کنیم؟ شهریه تو؟ بله استاد. یه لحظه صبر کن. سلام شنتیو جان. جانم عزیزم. شهریه این ماه تو دیرتر پرداخت کنی؟ نه خیر نمیشه. شب تا صبح میری دور دور استوری پشت استوری، شهریه تو نداری پرداخت کنی؟ عجبا. خداحافظ. گفتم خداحافظ. جانم سعید جان. استاد ما پول نقد همراهمون نیست. کارتخانه الان میرم عزیزم، صبر کن. استاد ما الان رسیدش کارت هم همراهمون نیست. عیب نداره، من شماره کارت بهت میدم. استاد ما نت هم نداریم. وصلت میکنم به اینترنت عزیز دلم، بیا. چه وضعشه استاد؟ اصلا نمیخوایم شهریه بدیم، زوریه مگه؟ جان یعنی چی؟ سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادند، بار دیگر عرض